یه سوال میپرسم خدا وکیلی راستشو بگو تا حالا شده من خیلی رفته باشم رو مخت بعد بگی ای بابا این راکا الان چقدر رو مخ منه؟ ببین راستشو بگو. نه راستشو میگم دیگه. ببین اونقدر که مثلا بگم او چرا اصلا من این کارو با این کردم، نه. خب خودت میدونی من اصلا حالا جدای اصلا این کار، خب ما تو رو دوست داریم، به نوعی اصلا تو رو ما بزرگ کردیم و به اصطلاح اینجوری نبوده. ولی خب آره یه جاهایی خودت هم دیدی دیگه، مثلا یه فیلمایی رو من گفتم که نه این فیلم خوب نیست، مثلا نذارین، محتوا نداره، از تو بعدش گذاشتی و کار خودت کردی. خب یه جاهایی به خاطر فکر می‌کنم اختلاف سنمونه و البته خود اینم خوبه ها، یعنی اینکه به اصطلاح همش حرف من نباشه. دیدی ما حرفمون، یعنی من همیشه تو هم نظرتو میگیم منم میگم و حتی جاهایی که واقعا 100% با هم دیگه متفاوت باشه نظرمون، ما از مامانت که حالا میخوایم که کمکمون کنه و اون به اصطلاح نظر سومو بده، یه جور رأی گیری بشه. البته که دایی هر فیلمی رو گفته نظر من گذاشتم، بالاترین ویوهای پیج مال اون 2 تا فیلمه. برید پیج رو نگاه کنید. حالا تو چی؟ تو هم اینجوری بوده که یه جایی اصلا آره مثلا میگی بابا چه کاری بود؟ منم همین دقیقاً واسه منم همینه. یه جایی مثلا میگی نه این خوب نیست و من میدونم خوبه و میگیره، ولی شما میگی نه این میره رو مخم.